انرژی فراوانی و برکت ماه نو رو اینجوری جذب کن. این ماه نو بهترین زمان برای پالایش، رفع انباشتگی و زدودن انرژی های منفی و پاکسازی ذهن و روحه. مرحله اول پاکسازی کل منزل از انباشتگی و گرد و خاک و پاکسازی با محلول آب نمک و سرکه. حتما دوش آب نمک بگیر، اما کسایی که مشکلات قلبی دارن یا فشار خون بالا دارن اصلا این کار رو انجام ندید. حتما مدیتیشن انجام بدید. مدیتیشن ماه نو بسیار برای شما مفیده. از انرژی رایه ها برای پاکسازی منزلت کمک بگیر و اگر میخوای اعمال ماه کامل و استفاده از انرژی های ماه کامل رو یاد بگیری، کلمه ماه نو رو کامنت کن تا لینک کانال برات ارسال بشه.